اینجا که میبینید اینجا موتور لخته، بعد اینجا بدن رنگ شده با کل اجزا و تیکه قدم و در اینجا میبینید باک و موتورسیکلت و دری ها رنگ دلخواه ککی شده رنگ شده. اینا در طول زمان انجام دادم و قطعه به قطعه از لوازم‌های دور افتادنی و سالم و ضایعاتی درست شده و بازسازی شده و خیلی از کارا رو از روی پلتفرم‌هایی که ایده های یکی دیگه برداشته شده و خودم با دست خودم مونتاژ کردم، قطعه به قطعه، دونه به دونه، و آخرشو براتون کامل شد. انجینشو دارم